آقا همه وسایل ضروری رو برداشتیم دیگه، وقت چیزی جا نداریم بدبخشیم. بذار یه چک بکنم. قلیونه که ورداشتیم، زاپاسم ورداشتیم، آب سرد کن و منقل و زیرانداز و گاز پیکنیکی و دبه آب و تخمه و چیپس و غذای تو راه و آره حاجی همه رو برداشتیم. خیال تخت. حاجی منم آب روغن ماشین رو چک کردم، همه چی میزونه. منم که کله خودم بوده بازی. زحمت کشیدی سید به مولا، حداقل یه 5 تومن صدقه مینداختی یه ذره حضورت مفید واقع میشد. دیگه سرمنتم به مولا. من هر سال آویزون بچه‌ها یعنی چیزه، من هر سال تو اکیپ مسافرت‌ها نمیذارم حوصله کسی سر بره. بعد تازه چیزه من کلی جوکم بلدم تو راه واسه‌تون میگم، اصلا زمان سفر واسه‌مون اینه و برق و باد میزگره زیاره. حله آقا بس راه بیفتین دیگه. آی همونجا وایسید هیچ ازش جام نخوره. امسالم کاران از شمال ممال کنسله. نه پدر من، خود تلویزیون گفت سفرهای نوروزی اوکیه، محدودیت خاصی نداره، میشه رفت. خیلی خوب باشه، بری جیگرا، سفر خوش. من زنگ میزنم رفقا بریزن اینجا با پیرزنای محلی پارتی مشتی بگیره. خب آقا اشغال از همین الان شروع شد، بریم که رفتیم. ای توف بر این شانس، این همه ملت اسکل تو این وضعیت کرونا پا شدن اومدن شمال. خاک به مولا اگه اروپا اینجوری باشه حمد و سوره درست میکنن. ولی والی حاجی سخت نگی دیگه، مزه سفر به همین ترافیکشه. خب خیلی سرت میخواستی واسه ما داستان جوک تعریف کنی، چه شد؟ چیزه الان جوکام تو کانال تلگرامی که اینجا هم آنتن نمیده متاسفانه. تو الان به من دقیقا بگو حضور تو این اکیپ داغون چه سودی داره؟ یعنی اینجا سودیش کوچی سلام. سیجی داداش سخت نگیر، بعد یه عمری داریم میریم شمال، هرس نخور دادا. حاجی من میگم بندازیم تو جاده خاکی از جنگل بریم، اینطوری زودتر از اون شاسکولایی تو ترافیک میرسیم شمال. یعنی یه جا حق گفته باشی تو عمرت همینجاست آقا، از همین صخره‌مون میندازیم میریم بدون هیچ ترافیک. حاجی حالا اصلا بلدی واسه از کدوم ور بریم که برسیم؟ آره با من سلطان جاده و جنگلای شمالم سید، خیال تخت ما گم نمیشیم. فکر کنم گم شدیم. به نظرم پیاده شیم دنبال یه جاده بگردیم. خب منو برای بچه گروه میریم جلوتر یه سرگوشی آب بدیم. آجی تو هم ماشین خاموش کن، ترمز دستی هم بکش بالا، اون لقمه‌های کتلت هم وردار بیار بخوریم. بچه‌ها بریم آقا. حل چشات عشقم جون. حاجی اصلا جاده ماشینی هیچ آدمی اینجا نیست. حاجی اینجی کلش جنگله، هیچکی هم دور و برمون نیست کمکمون کنه. آخرش از کمبود شماره 9 میمیریم. انقدر نق نزن، این پیشنهاد عمه من داد که بندازیم از تو جنگل بریم. جناب سلطان جاده و جنگل و کوفت و زهرمار شمال، الان تقصیر منه تو سستسی تو مکان یابی که اینجوری گم و گور شدیم تو غربت؟ چاقال اینطوری با من صحبت نکنه، من عصب مصاب ندارم. بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت، بیا پایین بینیم بابا. یا امام خمینی ماشین داره میره. آقا بدوی بریم جلوشو بگیریم، بدبخت شدی. چی؟ یا شماره 6 با ساس اضافه مقدس، بدبخت شدی. خب عالی شد. ای اسموک خیر سر، مگه ترمز دستی رو نکشیدی؟ چیزه حاجی، والا وسط صندلی ها اهرامشو پیدا نکردم، گفتم توکل به حضرت توپاک. چیزی نمیشه. ای خاک بر اون مغز چرب زداد. ترمز دستی پیکان دولوکس بغل صندلی راننده سمت دره. خب من چی کنم؟ ماشین زاغارت ترمز دستیش مثل آدم سر جاش نیست، بردن گذاشتن اونجا. حاجی دیگه ماشین و وسایل همه به چوخ سگ رفت. حداقل باز خوبه لقمه‌های کتلت و ورداشتی از تو ماشین بیار که بعد جور گشتم شده. لقمه مال هممون بود مگه؟ بچه کله پاچش مال من، دل و جیگرش مال شما، قبوله؟ حل حاجی، فقط مغزش هم واسه من. حالا بعید میدونم چیزی اون تو باشه، ولی اگه بود حل همش واسه تو. چی؟ یا شماره 45 با پنیر اضافه مقدس. آقا سندش نذارید، ماشین ما رو به چوخ سگ دادنم تو این جنگل، چه خاکی بریم. آقا من یه پیشنهاد دارم، میگم هرکی یه داستان ترسناک تعریف کنه، دوره هم سرگرم میستیم تا هوا روشن بشه، جاده رو پیاده کنیم. فکر خوبی حاجی، منم موافقم. خب بذارین من اول بگم. یه روز تو همین اتوبان لس سانتوس به کرج سر راه هم یه بقالی سر راهی دیدم.
گفتم برم تو شکم خریدم بکنم. خواستم برم تو یکم کالباس بگیرم که فروشنده گفت کالباس نداریم. بعدش هم اصلا فهمیدم که اونجا مثل کاروانسراست. یا خالم زنگ زد بهم گفت اون هدفون بیتی که قرار بود از آلمان برام بیاره کنسله. حاجی احیانا این آهنگ پیشرو نیست که داری داستانشو تعریف کنی؟ بابا رفتم بخالی کالباس نداشت اینجا مثل کاروانسراست. خاله قرار بود هدفون بیت برده بیاره آلمان برام. یزید تو هم شنیدی سما؟ هر مسخره خندیدیم. حاجی حالا بذارید من بگم. یه شب داشتیم به بولاسا حمله میکردیم که رکب خوردیم و هممونو گرفتن. رئیس بولاسا دستور داد که هممونو بکشن. از اون ور یهو گفتش اگه هممونو بکشن بس بقیه بچهای گروه سری چجوری بفهمن که درس عبرت چه واسهشون؟ یهو رئیسشون گفت چند نفر از ناحیه باسن مورد عنایت قرار بدین و بقیه رو بکشید. درس عبرتی بشه واسه بچهای گروه سری. البته حاجی منو کشتن. آره خلاصه خیلی نامرد بودن. اوه حاجی خیلی دارک شد. آقا بذارید من بدم من. خب چیزه خب چیزه یادم نمیاد. آقا همتون دم ریدید. بذارید من داستانمو بگم مو به تنتون سیخ میشه. یه شب وقتی تو جنگل ترتیب چند تا بالستو دادم داشتم پیاده برمیگشتم به سمت ماشینم که برگردم شهر. هوا خیلی بد بود. دور و برم فقط تاریکی بود و تاریکی. حس کردم اونجا من تنها نیستم. یه گرمایی رو نزدیکم حس کردم. یکم که دقیق‌تر شدم دیدم یه خرس گنده داره به هم نزدیک میشه. البته شاید براتون سوال بشه که خرس قطبی تو جنگل چیکار میکنه. خب بچه‌ها یه خورده امکانات کم بود. مدل خرس قهوه‌ای نداشتیم گیر بیاریم. حالا خیلی گیر ندیدی. اصل کار داستانه. خب داشتم میگفتم خرس نزدیک شده بود که منو یه لقمه راست کنه. منم با خون سردی کاتانایی که تو شلوارم جاساس کرده بودم. آقا دیگه خدای گیر ندید کجا جاساس کرده بود. از تو شلوارم کشیدم بیرون و با 2 حرکت حرفه‌ای اون خرس لعنتی رو قیمه قرمه با لیمو عمانی کردمش. بعدم همونجا پوستشو کندم و باهاش یه شورت نرم دوختم. ما به این میگن داستان، نه اون بقالی و کالباس و اینا. سی جی فرار کن پشت سرت یه خرسه. یا قمر بنی هاشم، یا قمر بنی هاشم. آقا دریق یا بروسلی چند پیغمبر به مولا بزنید جوان. بنازم آجی. به من میگن سی جی یا کازاکی توکیو نژاد. پشمام آجی بنازمت. اونجا رو جاده اونجاست. حاجی بالاخره زنده موندیم. ما نجات پیدا کردیم. آقای خدایا شکرت. بذاری من برم جلو از اون یارو آدرس بپرسم ببینم ساحل کجاست. آقا ببخشید از کجا میشه رسید به لب ساحل؟ لب ساحل دقیقاً همونجاست. برقم حاجی داره گریم میگیره. ما بالاخره داریم میرسیم. بچه‌ها بدید بیاید. خدای شکرت. وای ساحل ای ساحل بالاخره رسیدیم به مال. آی چقدر همه جام درد میکنه. حس میکنم پارم کرده یه نفر. من تو بیمارستان چیکار میکنم؟ وای خدا همش خواب و خیال بود. ای توف این شانس. آجی حالم بده. آجی اونجا رو اسمو که لعنتی و خرسه چی کارت کرده؟ داداش پاشو به مولا پاشو. یه فشتی به ذهنم رسید که الان بیدارت میکنم. اسموک کجایی که یه دونه شماره 9، یه دونه شماره 9 بزرگ، یه دونه شماره 6 با سوسز. کوکوش کجاست؟ زهر مار مرد اگه ترمز دستی نکشیدی ما رو به خاک سیانشوندی. شیرین با من چه کنم ترمز دستی ماشین دنیا خود دقیقه. بچه بیا پایین به مولا. اصلا الان من بخوام بگم حداقل اون کاسلتا رو نمیخوردی دیگه. الان مگه ما مجبور نمیشدیم اینجوری اینجا پاره پوره بشینیم؟ ای خدا شمال آخرش نرسیدیم به شمال. مثل بچه آدم جاده رو گرفته بودیم رسیده بودیم. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it
up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap.